امروز میخوایم بریم سراغ آموزش ساخت کانال با استفاده از گوشی موبایل. ویدیوی قبلی که ساختیم با استفاده از لپتاپ و کامپیوتر بهتون یاد دادیم که چطور میتونید یک کانال یوتیوب رو بسازید. این بار میخوایم بریم سراغ این که با استفاده از یک گوشی ساده بتونیم یک کانال یوتیوب رو بسازیم. فرض رو بر این میگیریم که شما حتی یک اکانت جیمیل هم ندارید و آموزش اون رو هم بهتون میدیم. خیلی سریع مثل همیشه بریم سراغ آموزش. خب من گوشیمو بیارم بریم سراغ آموزش. قبلش بزنم که رکورد بشه. خب توی ابتدای کار ما نیاز داریم که وارد اپ جیمیلمون بشیم که به صورت دیفالت توی گوشی ها هستش. وقتی که زدیم باز شد، این قسمت بالا سمت راست یا عکستون رو میبینید، چون معمولا زمانی که شما توی گوشی های اندرویدی گوشی رو لاگین میکنید برای اینکه بتونید به سیستم های گوگل دسترسی داشته باشید، معمولا یک اکانتی رو دارید. همیشه بهتون پیشنهاد میکنیم که شما یک اکانت جداگونه داشته باشید واسه کانال یوتیوبتون. علتش هم این هستش که اگر زمانی که دارید فعالیت میکنید توی یوتیوب 3 تا استرایک بخورید و براتون شکایت بیادش که حالا کپی رایت رو رعایت نکردید یا هر مورد دیگه ای، کل این اکانت جیمیلتون از دست میره. ایمیلی که روش دارید، بحث یوتیوبی که روش هستش و هر آن چیزی که به این ایمیلتون مرتبط هستش. و واقعا هم نمیتونیم بگیم به صورت قطعی و 100% شما میتونید این رو رعایت بکنید. یعنی بارها و بارها شده که شما ویدیو رو منتشر میکنید، توی بخش اولیه هیچ ایرادی نمیگیره، تیکو رو هم بهتون میده که حالا بعدا تو آموزش‌ها بهتون میگیم که کجا هستش و با خیال راحت ویدیو رو منتشر میکنید، ولی بعد از چند روز میبینید که اخطار گرفتید و ویدیوتون کپی رایت خورده. خب پس این رو حتما مد نظرتون باشه که حتما در ابتدا شما باید برید سراغ این که یک ایمیل جداگونه برای کانالتون بسازید. خب برای این کار اپ جیمیل رو باز میکنیم، بالا سمت راست روی حالا اون حرف اول یا اون عکستون کلیک میکنید. توی قسمت پایین صفحه add another account رو میزنید و وقتی که باز شد گزینه گوگل رو انتخاب میکنید و میریم بابت این. خب توی این مرحله ما چون اکانتی رو از قبل نداریم میایم و روی گزینه create account میزنیم. توی 2 تا گزینه‌ای که برامون باز میکنه for my personal use رو میزنیم، چون اگر که my business رو بزنیم نیاز داریم که آدرس وارد بکنیم، شماره تلفن خارج از ایران وارد بکنیم و خب به دلیل شرایط تحریمی نمیتونیم ازش استفاده بکنیم. ما یه اسمی رو برای خودمون انتخاب میکنیم و میریم جلو. این فرست نیم و لاست نیم رو داشته باشید چون اسم کانالتون رو از روی این درست میکنه. یه تاریخی رو به عنوان تاریخ تولد وارد میکنیم. پیشنهاد میکنم که این تاریخ تولد رو درست وارد بکنید که خاطرتون باشه و جنسیتتون رو هم انتخاب میکنید و میذارید و نیکس رو میزنید. اگر بعدا مشکلی بخورید که نیاز باشه که اکانت رو ریکاوری بکنید، این تاریخ تولدتون رو بدونید. یه سری پیشنهاد به من داده برای اینکه این رو بسازیم. من حالا یه چیز دیگر رو هم خودم تست میکنم. حالا از همون قبلیه یکش انتخاب میکنیم و میریم داخلش و میریم گزینه بعدی. سعی بکنید که زمان بذارید. من برای اینکه این ویدیو طولانی نشه این رو سریع زدم و فقط ردش کردم رفتش، ولی شما سعی بکنید که یک ایمیل درست حسابی برای خودتون انتخاب بکنید و بعد برید سراغ این مرحله ها. خب ازمون میخواد که یه بازبینی بکنیم. در انتها میخواد که موافقت نامه رو باش موافقتمون رو اعلام بکنیم با این شرایط و مقرراتش و بعد اکانت ما توی گوگل ساخته میشه و ما یک جیمیل داریم که میتونیم ازش استفاده بکنیم. خب ما تا اینجا رفتیمش جلو، ولی از اینجا بعد به 2 تا اپ دیگه نیاز داریم که باید باشون کار بکنیم. اپ یوتیوب که به صورت دیفالت روی گوشی ها نصب هست و اپ یوتیوب استودیو که اون رو هم ما براتون لینک نصبش رو میذاریم که میتونید از توی دیسکریپشن برداریم و ازش استفاده بکنیم.
خب شما زمانی که صفحه رو باز میکنید به صورت دیفالت توی صفحه حالا قبلیاتون هستش که دارید سویچ اکانت رو که بزنید لیست اکانت هایی که روی گوشیتون هست رو میاره. شما خب مسلما اینقدر صفحتون شلوغ نیستش و نیازی نیستش که انقدر حالا اسکرول بکنید، اون ایمیل جدید رو انتخاب میکنید. خب ما با یه صفحه روبرو میشیم که پایینش یک علامت مثبت هستش که ما اگر این رو بزنیم بهمون اجازه میده که یک ویدیو اضافه بکنیم به صفحه‌ای که داریم. این رو که اضافه کردیم گزینه نکست رو که بزنیم یه پروسسی انجام میشه. اینجا بسته به این که سرعت حالا اون حجم اون فایل چقدر هستش و این پروسس طولانی تر میتونه باشه. نکست رو میزنیم. اگر دقت بکنید بالای صفحه نوشته که شما با آپلود این ویدیو یک چنل میسازید و با قوانین یوتیوب میتونید که حالا موافقت میکنید که ما هم دقیقا همینو میخوایم. اینجا میتونیم یه عنوان براش بنویسیم، مثلا ما میذاریم ویدیو تستی. حالا اینا رو بعداً به صورت کامل بهتون آموزش میدیم. یه قسمتی داره اینجا که این خیلی مهمه، زمانی که میخوایم ویدیوها رو آپلود بکنید این سلکت آدینس رو باید بزنید و حالا معمولا No it is not made for kids رو کلیک میکنید روش. اونم علتش این هستش که یوتیوب برای ویدیوهایی که برای بچه ها ساخته میشه خیلی روش حساسیت داره و میپرسه که این هستش یا نه. دیگه نیازی نیست که کار دیگه بکنیم، بقیه رو بعداً بهتون آموزش میدیم. آپلود شورت رو که بزنید این ویدیو منتشر میشه و به صورت پابلیک داخل یوتیوب قرار میگیره. اینجا هم اگر که بزنیم روی این و آپلود رو ببینیم میبینیم که ویدیو اون آپلود شده، داره پروسس میشه که ببینیم به چه صورتی هستش. این پروسس احتمال داره بسته به اون سرعت اینترنتتون و وی پی اینی که ازش استفاده میکنید و همینطور آپلوده متفاوت باشه. بعد از اینکه این کارو کردیم ما الان یک کانال یوتیوب رو برای خودمون ساختیم، اما از طریق اپ یوتیوب ما دسترسی برای کارهای جانبی نداریم و نیاز داریم که یوتیوب استودیو رو نصب کنیم، وارد اون بشیم و بتونیم که این حالا کارها رو از اون طریق انجام بدیم. خب ما میریم وارد اپ یوتیوب استودیو میشیم. زمانی که باز شد باز مجددا ما توی صفحه دیگه هستیم، روی عکسمون یا اسممون کلیک میکنیم، سویچ اکانت رو میزنیم، باز میایم اون اکانتی که میخوایم واردش بشیم رو انتخاب میکنیم و قسمت کانتنت میریم. میبینیم که این ویدیو تستی ما منتشر شده. خب حالا ما اگر روی همین این قسمت کلیک بکنیم میبینیم که بالای صفحه پرو یوتیوبر تست برای ما به عنوان اسم کانالمون انتخاب شده. حالا من تستش هم اشتباه زدم اون لحظه که داشتم تایپ میکردم و پایین صفحه هم یک آیدی برای ما انتخاب شده. اصلا مهم نیست، چه بهتر که اینجا اشتباه شده تونستیم این نکته رو هم بهش بگیم. شما هر 14 روز یک بار فرصت این رو دارید که اینها رو تغییر بدید و هر تا آیدی چنل و اسم چنلتون رو هم عوض بکنید. از اینجا ما دسترسی داریم به ویدیوهامون. یه داشبورد داره که میتونیم ویدیوهامون رو ببینیم، اینکه چقدر بازدید خورده، چقدر چیز شده رو ببینیم. بعد یه قسمت کانتنت داره که میتونیم بریم حالا ویدیوهایی که منتشر کردیم رو ببینیم، حتی بزنیم روش و ادیت بکنیم و کارهای از این قبیل رو انجام بدیم و تمام اینها رو بهتون به صورت کامل آموزش میدیم. برای اینکه این ویدیومون از این طولانی تر نشه تا همینجای کار رو داشته باشید، خیلی ممنون میشم که با لایک، کامنت ها و نظراتتون به ما بگید که چه کاری بکنیم که ویدیوها بهتر بشه و چه چیزی رو نیاز دارید. با ما همراه باشین. امسال فکر میکنم که سالی باشه که بتونیم با همدیگه برسیم به اون درآمد دلاریه و کار خیلی سختی هم نیست، ولی نیاز به تلاش، صبر و استقامت زیاد داره. ممنون ازتون.